فقط یا الله. فقط بگو الله. این منطق مشرکینه. با همون فقط یا الله گفتن مردم را از پیغمبر جدا میکنن، از ائمه جدا میکنن، از علما جدا میکنن، از قیامت جدا میکنن. فقط بگو الله انسان را به یاد فرعون میندازه. شیطان 6000 سال یا الله میگفت، 6000 سال عبادت میکرد، فقط یا الله میگفت، فقط یا الله میگفت. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. و هنگامی که الله به یگانگی یاد می شود، دلهای کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند نسبت به توحید می گیرد و متنفر می شود و چون یادی از معبودان دیگر به میان می آید ناگهان شادمان می گردند. فقط یا الله.